سلام. الان شب شنبه است. فردا ساعت 6 صبح با دوستان میخوایم بریم ونکوور. میخواد لباس بخریم، خودمون رو واسه زمستان سرد اینجا آماده کنیم، چون میگن خیلی قراره سرد بشه و خیلی قراره برف بیاد امسال. برای همین میخوایم خودمون رو آماده بکنیم و خب ونکوور لباس خیلی بهتری قاعدتا میتونیم پیدا بکنیم. زمینی با ماشین حدودا 3.5 ساعت فاصله است و جاده‌اش هم خیلی خوشگله. هدفم اینه که هم این مسیر رو بهتون نشون بدم، همین که توی ونکوور قراره برام بگردم، جاهایی که میرم و بهتون نشون بدم. الانم باید برم سری وسیله‌امو جمع بکنم و با من همراه باشین. فعلا الان ساعت 5:55 صبح، منتظریم که بچه‌ها بیان که راه بیفتیم. به خاطر اینکه مسافرت 2 روزه بود، من سعی کردم خیلی سبک سفر بکنم. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم که هوام اینجا داشت روشن میشد و بعد 2 ساعت رسیدیم ونکوور. خونمون رو تحویل گرفتیم. یه اتاق توی یه خونه ویلایی بیش از اندازه زیبا گرفته بودیم از وبسایت ایربی. شبی $62 بودش این خونه. در واقع اتاقی که ما گرفته بودیم خیلی تمیز بود، همه چی داشت و برای ما خیلی خوب بود و مقرون به صرفه تر از هتلم برامون در اومد. اینجا دستشوی حمومشه، آشپزخونه‌شه، همه چی خیلی نقلی و کوچولوه. اینجا هم اتاقمونه. وسیله‌مون رو چیدیم و بعد اینم خواستیم بریم خرید کنیم. بلیط اتوبوسمون رو گرفتیم، سوار شدیم، مترو رفتیم. بعدش هم که دیگه رسیدیم به اوتلتی که مد نظرمون بود. اسم اینجا مک‌آرتوره، نزدیک فرودگاه ونکووره. تقریبا میشه گفت همه برندهایی که مد نظر ما بود برای لباس زمستونی رو اینجا داشت و یک اوتلت دائمیه، یعنی همیشه تخفیف داره. لباسا رو یکی یکی پروف کردیم و کلی هم خرید کردم. آماده شدم. فرداش باید برمیگشتم به شهر کملوپس، ولی خب خواب موندم. قیافم اینجا کاملا معلومه، اما خدا رو شکر به اتوبوس رسیدم و اینجا هم رسیدم کملوپس و تمام.